هیچ کس نفهمید چرا آن مرد هر شب دقیقاً ساعت 3 بامداد بیدار می شد. نه با ترس، نه با کابوس، نه حتی با صدایی بلند. چشمهایش فقط باز می شدند و برای چند ثانیه سقف اتاق را نگاه می کرد. ساعتی که همه چیز ساکت بود. انگار دنیا نفسش را حبس می کرد و او تنها کسی بود که هنوز بیدار مانده بود. اولش فکر می کرد اتفاقی است. خستگی، فشار زندگی، روزهای شلوغ. اما وقتی این بیدار شدن هر شب تکرار شد، فهمید چیزی در کار است. حسی عجیب، نه درد بود، نه غم. بیشتر شبیه یک سوال که هیچ وقت پرسیده نشده باشد. سالها از خودش فرار کرده بود. در شلوغی آدمها، در کار، در حرفهای بی‌معنی. همیشه فکر می‌کرد اگر بیشتر بدود، اگر بیشتر مشغول باشد، دیگر آن حس بر نمی‌گردد. اما شبها دروغ نمی‌گویند. در آن ساعت نه تلفنی زنگ می‌زد، نه پیامی می‌آمد، نه کسی چیزی از او می‌خواست. فقط خودش بود و آن سؤال قدیمی. یک شب برای اولین بار از تخت بلند نشد. فرار نکرد. گوشیش را بر نداشت. چراغ را روشن نکرد. فقط نفس کشید و به آن حس اجازه داد کنارش بنشیند. و آنجا بود که فهمید. سالها دنبال چیزی میگشت که هیچ وقت گم نشده بود. او فقط خودش را در مسیر زندگی جا گذاشته بود. بعضی بیدار شدنها برای ترس نیستند. بعضیشان برای اینند که یادت بیاورند هنوز زنده ای.